به اساس حکم امیرالمؤمنین حفظ الله به ارزش 1 میلیارد افغانی از سراسر کشور گندم خریداری می شود تا در حالات اضطراری و بلند رفتن قیمت گندم به بازار عرضه شود. حاجی ملاجان آخوند معین مالی و اداری وزارت زراعت در سفرش به تخار با والین ولایت دیدار و گفته که این اقدام به هدف جلوگیری از بلند رفتن بهای گندم در آینده و شرایط دشوار روی دست گرفته شده و روند خریداری گندم در تخار به گونه شفاف آغاز می شود. دغه کمیټې کب مجلس کوي کې په شپه کې کوي کې په ورځ کې کوي دی به بل کار نه لري 40 ساعته په دغه کمیټې کې حاضر وي چې د کمیټې کار وي او د استخباراتو ملګرو سره دا خواهش دی د شیخ صاحب امر هم دادی چې تاسو په پرپره د پروسس ساري د پروسس بدای ساري چې څوک تخلف پکښونه کې بیکار غنم د بل ملک غنم او منا رشوت مشپت او داس شان دا شی به تاسو ساري سلیری ساعت به خپل وکړ ته متوجه است. الحمدلله این کار شد. تمام رفیقا کار کردن شب و روز و دفتر مشرتابه طرزالعمل رفت و در طرزالعمل ولایت تخار هم تقریبا 1300 متریک تن در پلان هستند که خریداری شود. از این 1300 تن مطابق نفوس ولایت باستانی تخار 15% ضرورت ولایت ایجا تسخیر میشه که ما الحمدلله ایجا گودام داریم و متبقیشان انتقال میشه طرف کابل و اوجا در سیلوی مرکزی انتقال میشه. در همین حال والی تخار از این حکم زعیم امارت اسلامی استقبال نموده میگوید که دستگیری مردم در مواقع اضطراری یکی از مکلفیت‌های حکومت‌ها بوده و این کار میتواند در حالات اضطراری و جلوگیری از بلند رفتن نرخ گندم کمک کند. اگر در راستای رشد زراعتی تخار اگر تلاش شود، اما انشالله ایرا گفتم میتونم که همین زمین های زراعتی تخار چی للمی چی آبیش اگر سرش کار شود انشالله به سمت شمال کفایت میکنه. حتما سرش کار شود که برای دهاقین هم کاری شود، اما پروژه های زراعتی در اختیارشان گذاشته شود انشالله که خیلی به مردم همکاری خوب داره دیگه. انشالله در این راستا هر او همکاری و خدمتی که باشه ما انشالله هستیم. به اساس طرزالعمل وزارت زراعت و حکم شماره 362 زعیم امارت اسلامی، این وزارت مکلف است که از سرتاسر کشور گندم مازاد دهاقین را خریداری و در سیلوها ذخیره نماید که در مواقع ضروری دوباره به نرخ کمتر به مردم به فروش خواهد رسید. بیگ محمد احمدی، حریت نیوز، ولایت تخار.